گرونترین ماده در دنیا چیه؟ این ماده به اندازه‌ای گرونه که اگه تمام مردم دنیا درآمد یک سالشون رو روی هم بذارن، 1 گرمش رو هم نمیتونن بخرن. حالا ببینیم 1 گرم از گرونترین ماده ها به ترتیب چند دلارن. الماس 50,000 دلار، کالیفرنیوم 27 میلیون دلار، باکمینستر فلورین 150 میلیون دلار. و حالا گرونترین ماده در جهان، پادماده با قیمت هر گرم 62.5 تریلیون دلار. حالا پادماده چی هست؟ تمام ماده ها از مولکول ها از اتم و اتم ها از الکترون، پروتون و نوترون ساخته شدن. ساختار اتم پادماده و ماده یکیه، با این تفاوت که بار الکتریکی پادماده برعکس ماده معمولیه، پروتون بار منفی داره و الکترون بار مثبت. برخورد ماده و پادماده میتونه 100% انرژی مؤثر و خالص رو رها کنه، در حالی که مؤثرترین سلاح اتمی میتونه فقط 10% جرم رو به انرژی تبدیل کنه. اگه فقط 1 گرم از پادماده رو به زمین بیفته، انفجاری رخ میده که در مجموع از انفجار هیروشیما و ناکازاکی بزرگتر خواهد بود. یک نظریه علمی هست که میگه همین برخورد ماده و پادماده در لحظه اول آغاز هستی در بیگ بنگ باعث انفجار بزرگ و پیدایش تمام عالم شده.